جان من بچه جانکه یگید زیبایکه بچه یکه کودک رو خلاص کردن خواهیم به یه بریس رو به یه بریس رو فهمیدی؟ بچه جانکه زیبایکه پسرکه سنگورکه سنگورکه ساعت چند است؟ ساعت 9. صبح یا شام؟ البته شب. خیالم امروز بسیار مانده شده ای. من کمی به درون می روم. با کجا؟ با بیغم صحبت می کنم. چه خبرها بیغم؟ بله درست تخمین کردی. باز در خوابم سنگور اکا را دیدم. میدانی چی؟ در اصل تو بیغم نیستی. چند بار از من شطه خوردی و یک باری هم وای نگفتی. بیغم سنگرکه را دیدم بیغم. بسیار یاد کردم بیغم. بله بسیار او را یاد کردم. رحمت مادر جان.
من نقص نه خباتر نشوید. خورد و خوراکم هم نقص. درسایم نقص. با پدرم سلامی مرا رسانید. دستاشان رو میبوسم. شما رو یاد کردم. نمیدونم که اومده میتوانم. نه مادر جان، همش خوب. تو بازدید مادر جان. نه نقص. رفتنم لازم مادر جان. خیر تو بازدید. سبکتر بچه ها. سبکتر بچه ها. مقصدی ما از یاد نبرارید که اول به اینجا آورده دل او رو به خودمون گرم کرده، عقیده هایمون رو آهسته در مغز از جا نموده سپس به میدون. متکه یک چیز پرسیدن میخواستم. مرا میبخشید، لیکن چی میخواهید؟ نفری از بین ما کودکدار شده است. به این مسئله نرس فهمیدی؟ در بین ما علاقه جنسی اجازت هست. چی میشه؟ تولد کودک نه. اکنون پدر و مادر کودک رو میوان با اشک چشمانشان منیگریسته آنها را به هر طرف روانه میسازند. کودک چه؟ او رو باشد به پرتابگاه عمرانیه. هیچ گپ نه، دوام ده. هیچ گپ نه بچه ها، دوام دادن گیرید. ای پگاه با میتینگ میایی؟ خیر تا بازدید. حیوان. سلام اولیا. کجا شدی؟ چای آوردم. چی شد؟ خوبی؟ مصطفی مرا گوش کن. با فکرم وقتش رسید. با دکتر رفتن نمیتوانیم. چی کار میکنیم؟ علاو خونه. چی؟ تو اینجا گذر. کنشین. اینجا بیا. مصطفی من میترسم. دیگر چاره ای نداریم. من زود میآیم. چطوری که گفتم با کلوبمون جوانان و دختران رو بیشتر جلب کردن در کار. طرفداران ما هر قدر زیاد باشند همون قدر بهتر، ولی احتیاطکارانه رفتار کردن لازم. فهمیدی؟ احتیاطکارانه. تیاری؟ البته نه. من از کجا دانم؟ گوش کن هولیا، به یک قرار آمده بودیم. میدونی بعد از تولد از کودک خلاص شدن ما لازم. فهمو؟ اما کودک هنوز تیار نیست. من هم آماده نیستم. شاید انتظار باید شد. چقدر؟ من
از کجا دانم؟ شاید تا سحر. من مانده نمیتوانم. این کار رو باید خودت حل کنی. چی؟ من مانده نمیتوانم. بی خود شده از هوش میروم. در اون وقت اصلا با تو بودن نمیتوانم. نرنج. از بیرون دیدبانی میکنم. خوب؟ خیر من میروم. ابلهی نابکار، من رو اینجا تنها میگذاری. گل بگیم جان میکنم سیلانتا، گل بگیم جان میکنم. چه سبیل مانده. کنی اولین و آخرین بار با آغوش گرو را ساعت 7 ساعت شد. هر دم کارمندی آمده میتواند. مصطفی من رو دادن نمیتوانم. هولیه میدونم مصلحت کرده بودیم، لیکن بعد او رو به دستانم گرفتم. مایلش جانکم، او را پنهان میکنیم، بعد چاره یافته میگریزیم. شد می وعده میدهی؟ ها تمام جانکم. خوبی، تنها از هوش رفته ایستاده ای. گل بگیم جان میکنم سیلانتا، گل بگیم جان میکنم سیلانتا، گل بگیم جان میکنم سیلانتا، گل بگیم جان میکنم سیلانتا. سبیل مانده. از کدامش بود؟ گل بگیم جان میکنم. این گربه های دانشگاه را بالا زنده برادر. ایش ما تازه میکنیم، اونو چخیل این جوه رو رسمو میکنن. نفهمیدم. بیا پیش 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 پیش. طاقت کن جانکم، حاضر میرسیم. حاضر کمی صبر کن، کودک را پنهان کنم. بیا جانکم، انا شد جانکم. رسیدیم. انا دیدی همش خوب شد. ممکن؟ مرحمت. وای این کس کمی بیمدار است. کجاش درد بیدن؟ کمتر خون روی دارد. انا با آن حجره در آیت حاضر می آیم. خوب بیا جانکم بیا. به نزدیکی تولد کرده یا کودک افتانده ای؟ نه. خونرویت زیاد است، شاید بیماری سرایت کند. به تولد خانه مراجعت کردنت لازم. به رفیقت خبر میدهم تو رو به آنجا برد. فهمد؟ با کجا؟ اینقدر سراسه موار؟ هیچ. در حجره کلوب کسی هست؟ همه رفتن. چی بود؟ هیچ. هولیه را دیدی؟ امروز باید به میتینگ می آمد. کمی ناتو بود. همین خیلی هم می شود. حالا کجاست؟ نمیدانم. مگر شما یک جای نبر آمده بودید؟ شبی دراز چی کار کردید؟
گفتم که کمی نوتو بود به نقطه تیپی برده بودم بعد من رفتم و شاید به یگان حجره طبقه بالایی در آمده باشد خوب من میبینم کجاش درد میکنم با اینجا زودتر خیش احوالت چطور؟ کمی خسته‌ام. من دکتر زیجان. نامی تو چی؟ هولیا. بسیار نامی زیبا. خوش هولیا. کودک کنی؟ چقدر کودک؟ هولیا. من دکترم. از من پنهان کردنت لازم نیست. معلوم که نو تولد کرده ای و در جای نامناسب و خونی بسیاری هم صرف کرده ای. شکر کن که انیمیا نشده ای. اکنون گپ زن. تولد کرده ای یا کودک افزاییده ای؟ نمیفهمم چه ها میگوید. اگر تولد کردنت رو با یاد آری البته خبر کن. فهمو؟ الو ایگیت. بله سردار. در خانه ای؟ بله. بسیار نه پس من تو رو میگیرم. خوب شده است. 10 دقیقه پس ما میآییم. خوب شده است. خیر. صبح خیر محترم سردار. تو نانشته کردی؟ نه. مهمانی نمی خانه میاد همین خیلی نه؟ پس در کجا نانشته کنیم؟ من هم یگان چیز نخوردم. کنی رفتیم. سمبوسه با مزه بوده است. بخیر است یگید؟ چرا خاموشی؟ با تولد کردن زنم وقت کم مانده است. نمیدانم. پروا نکن. کودک با برکتش می آید. خود را همچون پدر تصور کرده نمیتوانم. الله تعالی تو را به کودک و کودک را به تو مهر می بخشد. تو پدر شدن را او باشد کلان شدن را یاد می گیرید. زیغ نشو. اکا اتوبوسی که تا یتیمخانه میرود از اینجا میگذرد؟ میگذرد 56 اما بسیار نیست. مرشد که هست. سلام. تشکر اکا. یک آدم گفته است که پیش از آیله دار شوی 6 راه تربیت کنی فرزند رو میدونستم. والا باشه 6 فرزند دارم و یگان راه تربیه نه. او لبای سردار. فهمیدی گفته گویم رو؟ فهمیدم. پس نقشه بیاده نساز. نه نمیسازم.
این اتوبوس میرود. زود پر. سلامت باشید. محترم سردار، در ایستگاه روبرو شخصی شبهناک که با خالته را مانده زود به ماشین نشسته غیب زد. آنها در طرفی راست، آنها در آن طرف. نه هیچ گپ نبودگیست. محترم سردار، مبادا به حادثه محلی مجیدیان مانند نباشد. رفتار جوان به من چندان پسند نآمد. رفته بالخالته را تفتیش کنم. وای ایستایید. همه کار یک اصولی دارد. محترم سردار، دلم میگوید که رفته تفتیش کن. با دست خالی بمب را بخطر میسازیم. اگر من زود به گروه بخطر سازی زنگ میزنم. تو باشد آدمان را از نزد بالخالته دور ساز. رقم مرشروط را دیدی؟ نیو، احتمال یکی از مسافربرهای همین خطی راه باشد. فکرت تو از قفای مرشروط کرو. به دسته ها خبر بده. خفا! 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 خالی کنید! خالی کنید! اطراف را خالی کنید! روید از اینجا! روید! تیز! زودتر! زودتر! بله دسته بخطری کوچه کمال رقم 23. خفا! خفا! زودتر! زودتر! خفا! خالی کنید! خفا زود زود. خفا روید! خالی کنید راه را! خالی کنید راه را! اگر یکی حق باشد تو را دیده بچه. بالخالته در یگان جای باز دارید. بگویید اینجا بمب است؟ آنیق نیست. خبر سالماز تیوی معقول شد. ناز آمده است. تشکر رفیق سردار. یگان شهروند خبر داد یا تحقیقات پلیس؟ یگان توش. اقلا یگان معلوماتی دهید؟ فرصت نیست. خوش آمدید. خوش آمدید. بالخالته را میدید. آن را تفتیش کن. محترم سردار، بالخالته را تفتیش میکرده باشم. نه به فکرم. کوششی ترک کردن آن را دارم. یگید ببین ما با شبهه‌های تو باور کرده ایستاده ایم. محترم سردار، این طور نکنید. تنها مایلش من کار را با کفالت باید کرد. به این هم وضعیت مطمئن است. اگه چی واقعه؟ شاید بمب باشد. چیکار میکنند؟ تفتیش میکنند به هر حال. اگر بمب باشد میترکانند. یعنی تفتیش میکنند ها؟ چه اینقدر میپرسی؟ وای بوری اول میبینم ده. یعنی دورتر ایستا. انشاءالله بمب نیست. که بداند. اورست. جان من به ایوریست را. بچه جانک فهمیدی؟ زیبایک بچه اورست. اورست. لولا کودک را نجات دادن. یگید 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 برگرد زود برگرد دیوانه از این بچه
کودک تنها کودک واهمه نکنید باز یک کودک را نجات دادی سنگورکا. آرام شو، آرام شو، گریه نکن. این خبری عجیب می شود. رفیق کمیسر، چقدر حس کردید که در درون آن کودک است؟ بگویید. به این طرف نگاه کنید. رفیق کمیسر یکی به این طرف نگاه کنید. بگویید. هولیا، با پدر و مادرت خبر دهیم؟ نه پدر و مادرم نفهمند. خب یگان کسی نزدیکت هست؟ یک کس هست، اما ایرو چشمی دیدن ندارم. یگید آدم رو همیشه در تعجب میمونی. از کجا فهمیدی؟ سنگورکا. سنگورا؟ لبک؟ نه چیزی نیست. اگر این کودک را پرتافته باشند پس میتوانیم او را سنگور نام دهیم. این نام رو تو با پسر خود نمیدادی مگر؟ این نام را به این کودک گذاریم بهتر است محترم سردار. کنی با من ده. میدانم این جای شیری مادر رو گرفته نمیتواند، اما خاطر مشو. مادرت رو نیز میابیم. کنگیر اپا. رفیق سردار چطوری که پرسیده بودید عکس شخصی در ایستگاه برخالتا گذاشته رو پیدا کردیم. انا یک دو صورتش. کی بود است؟ تصویرها رو کلان کردیم. گروه تکنیکی برای شناختن چهره جوان و جایهای داخلدار مراجعت کردند. همین طور شخصیت او معین کرده شد. بسیار خوب. کی بود است؟ عجایبش نیز در همین است. نام جوان مصطفی بکیر، 21 ساله، دانشجو. در یک دو میتینگ بازی بازداشت شده و آزاد شده است. و کدام گروه منصوب بودنش معلوم است؟ انا همین. من اکنون فهمم اینها حیات کامونالی به سر میبرند، لیکن با کودک کردن اجازت نمیدهند. احتمال این جوان از یگان دختر فرزنددار شده است و به دست معلوم نساخته از کودک خلاص شدن خواستند. اما چرا در ایستگاه؟ نه در نزد مسجد؟ شاید به جای دیگری میبرد. شاید حرکت فراموش کرد. شاهدان نیست چنین نگفتن مگر. خیر اکنون چی کار میکنیم؟ خوش درباره جوان در دست چی داریم؟ با آن نگریم. زیرا حیات جوان نیز در خطر بوده میتواند. حتی جان مادر کودک هم. و زودی آنها را باید یابیم. کودک نوزاد است. بیمارستانی های اطراف را یک دیده برو که در 2 روز اخیر یگان تولد شده است یا نه. فوراً. خوب رفیق سردار. یا ربی ختم شریفی خواندگیمان را به درگاه الهیت قبول گردان. قرآن کریم را در قلبهایمان نور ساز. یا الله ما را همیشه به طاعت و عبادت هدایت کن. ما بندگانت را هیچگاه از درگاهت ناامید نساز. یا ربی ما را با قبول طاعت و عبادتمان خوشنود ساز.
و از درگاهت ناامید مساس آمین. بخشیدیم ثواب و ثمره آیت‌های تلاوت شده را بر روحی تا به این دم از این دنیای فانی به دنیای اخیرت گذشته به همه مؤمنان و مؤمنات، مسلمین و مسلمات و اهل ایمان، خصوصا هنگام ادای خدمت وطن شهید شده برادرمان مندرس هدیه کردیم. تو قبول گردان یا رب. والحمدلله رب العالمین. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. آمین. الله تعالی راضی باشد از هممون. الله تعالی به همت شهیدانمون ما را سزاوار سازد. آمین. لابه چی؟ در بیرمخانه؟ فهمیدم، حاضر می آیم. یا محترم سردار، زنم را درد فرزند گرفته است، به دکتر برده‌اند. اجازت می دهید تا بروم؟ البته امرو رویم بهتر. رفتیم. اول یک زیجان رو بینیم. فهمیدم. زیجان لبایکه یک لحظه ممکن؟ میدانی همسر یکیت نوزان اینجاست، برای تولد آمده است. یاری میدی؟ ما شناس بودیم. بله، نمی شود زود رویم. البته جوی تولد آشیانه دویم است. رفتیم. سلامت باشید. و من نگر، بچه باید برای طبیعی تولد شود، یعنی سلامتی ینگساز باشد، خودش به دنیا آورد. این چرا؟ همه چیز را طبیعیش خوبتر نیست مگر؟ اگر این تونیت داشته باشی، الله تعالی نصیب کند بسیارتر فرزنددار می سازد. انشاءالله سردار. مندرس پزمانت شدم. مرگ ما رو در کجا دامنگیر است نمیدونیم. میگفته و یک عمر انتظارش بودیم. هیچ گمان نمی کردیم که ما رو اینقدر زود ترک میکنی. جسورم. دلیرم. تو نمرده ای عزیزم. تو شهیدی. بیا. ایستا جان. چی شد دخترم؟ برای پدرم آوردم. بیا رویم اوچه جان. شناس شوید زینب خانم. سلامت باشید، ما شناس هستیم. سلام. چی حال داره جانکم؟ در هیجانم. خواطر نشوید. با نوزان خانم همه‌اش خوب است. حالا کمی انتظاریم. الله تعالی آسانی و شفا دهد. دیگه جان، با ما اجازه. یگان چیزی لازم شود البته زنگ زن. البته سردارم، البته. چی حال داره؟ چی حال داره جانکم؟ بد نی.
درباره آن جوان مصطفی بکر معلومات یافتم. رفیق سردار، او در دانشگاه یزن میخواند، در فاکولته تاریخ، کرسی سیوم. کو ببینم؟ در دست سراغه خاکبوهش را داریم، اما حالا در آنجا زندگی نمی کند. باز در محفل فولکلوری دانشگاه اعضا است. بله رفیق سردار، خیلی که شما نیز با خبر هستید بعضی دسته های غیر قانونی در دانشگاه ها چنین محفل ها را استفاده برده جوانان را به خود جلب می سازند. گروه فولکلوری نیز از آنها. نتیجه؟ در نتیجه احتمال این جوان مصطفی بکیر را اعضای دسته غیر قانونی بودنش را نمی بینم. تنها در یک دو میتینگ اشتراک نموده است. درباره کودک یگان معلومات است؟ مادرش یگان دوست داشته دارد؟ میدانید که رفیق سردار، اینها در حجره خانه های کمونالی حیات به سر میبرند. این را میدانم، اما چنان که میدانیم نه همه قانون ها را رعایت کردن میخواهند. در این خصوص یگان معلوماتی نیست، اما مسئله دیگری را کافت و کاپ کرده برآمدم. 13 بیمارخانه های خصوصی و یک بیمارخانه دولتی را که به جای رویداد نزدیک بودند دیگر روی خط همه کارهای عاید تولد را برآوردم. شخصان سالهایش را راست میگرفته را شخصا مقایسه نمودند. اما افسوس که با مقایسه معلومات های در دستمان بوده با چنین واقعی تولد دچار نشدم. پس این عمل را در جای دیگر انجام دادند؟ همین خیلی است. الو زی جان. لابا یکا. از تو یک چیز پرسیدنیه. مرحمت اکا پرسید. دختر و جوان مرد تصور کن به علاجند. دختر حامله‌دار و در بیمارخانه تولد نکرده است. نمیخواد شدنش ممکن؟ البته ممکن. لیکن اگر دختر در جای نامناسب تولد کرده باشد خونی بسیاری گم میکند. حتما به یگان بیمارخانه مراجعت کردنش لازم. وگرنه مردنش ممکن. خیر تشکر زی جان. واقعا ای خدایا موند نفهمیدم. به همه بیمارخانه ها جوان دختران شوپناک را که با سبب خونروی آمدن دیده برا. خوب شده است. لبای فهمیدم شد. مرحمت. اجازت؟ بشین امود. شما چی خیل استاد؟ خوب گشته ایم ده با کلکدوهای دانشگاه و وطنمان کار کرده. دیگر همه‌اش خوب است. اکنون بیایم به مسئله اساسی. میتینگتان همین بگاه است همینطور ده؟ بله استاد. تیاری با میتینگ از طرف کلوبمان خوب است. لیکن با کلوب های دیگر نیز همکاری کرده ایستاده همینطور ده؟ البته استاد. 7 کلوب اشتراک میکنیم. کلوب های دیگر نیز اشتراک میکنند. میدانی تو وظیفه خود را اجرا میکنی و من باشم وظیفه خودم را. در ظاهر من همچون رکتور شما را سرزنش میکنم. حتی از بینتان یک دو کس را جزا میدهم. از دانشگاه خارج میکنم. روی خود را به من ده. شد. خواطر باشم و اینها چیزی نمیشود. این تنها برای چشم بندی و سایت اخبار عموم است. لیکن از فرموده هایم چیزی را ناقص مگذار. خوب مثلا همون پلاکت ها را آماده نمودیدم تردی؟ او پلانی بجرایش پلان کار. البته استاد همش آماده است. خیر مالش این ترکیب باشه امود جان. از طرف خود من تو بچه را پس نمودم. خوب دیگر از شما وابسته. خوب مالش تو دیدم. خیر خوش باش. از جایت خیز. ازگور 1 دقیقه. هولیا کجاست؟
من هم از تو پرسیدن میخواستم این دختر کجا شد؟ چه به اینجا نامد است؟ دینا بیگاه با تو نبود مگر؟ ها با من بود. گفتم که کمینا راحت بود با پونکتی تیبی بردم لیکن تو این وقت باید می آمد. نه آمد. حتی باید بیگاهی به میتینگ می رفتیم. مایلش ما یک کابم چی؟ با کجا؟ با دانشگاه. رفیق سردار. بله. با نشانه های با ما لازمه تنها یک کس رو یافتیم. او هم در بیمارخانه خواهرتون زیجان خانم میخوابد. چه بیمارخانه زیجان؟ همان دختر. بله نمیشود زود رویم. البته جوی تولد آشنای دیگه ماست رفتیم. سلام باشید. زیجان لبا یکه در بیمارخانه تو بیماری که به صفتهای کمی پیشنهاد کرده بودم مانند است دانشجو احوالش کمی شبهناک. من نیز همین رو به شما گفته ایستاده بودم که تلفن رو خاموش کردیم. بله هست. مایلش دورانه از نگاه کن من کمتر پس می آیم. حلیمه لبای سردار کودک را آماده ساز می رویم. خوب شده است حاضر. خوش آمدی امید بیا. امید یک چیز را به تو گفتنم لازم. روزانه بعدی با موسیقی خوردن به پونکت تیبی رفتم. به این هم از احوال هولیا شبهه داشتم. وقتای آخر خیلی فربه شدگی بر این مینمود. باری به شکمش چیزی بستنش رو دیده بودم. خیر با پونکت تیبی رفتم. از آنجا به بیمارخانه بردن. سببش رو به من نگفتن. هرچندی که اصرار کردم که دوگانه‌اش هستم دوستش. از این میبارد که چقدر که میگویم مسئله محرمانه. نخواد که گمونمون راست باشد. سبیل برای میتینگ بیگاه روزی همش تیار؟ همش تیار. خوب همش رو به نقص اجرا کنید. من باید یک حساب کتاب رو بینم. بعد از دیدن حساب با شما همراه میشم. تا آمدن من کارخور رو تو پیش میبری. فهمو ازگرد؟ فهمو. درآید. аз хурди ҳар кас чизеро орзу дорад. кӯдак дучархаро, наврас скутерро, донишҷӯ автомобилро, тоҷир бошад яхтаро. вале на ҳама вақт ин орзуҳо амалӣ мегарданд. тоҷик содирот бонк ба ҳамаи ҳамватанон ҷиҳати табдил додани ин орзуҳо ба ҳақиқат пешниҳод менамояд. $10 ба амонати бурдноки иқбол гузошта шумо дар 10 бозии бурдҳо иштирок менамоед ки дар ҳар кадом мукофотҳои зиёди пулӣ ва автомобили Toyota Camry бурд карда метавонед. бигзор орзуҳоятон амалӣ гарданд. тоҷик содирот бонк ояндаро имрӯз бояд сохт. با IP تلفنی از MLT زنگ زدم باز هم ارزانتر شد. زنگ ها به تمامی روسیه همگی 6 سنت با نظرداشتی انداز از ارزش علاوه شده. شبانه روزی MLT همیشه و در همه جا تو در خانه خود هستی. هولیا چه خیل هستی؟ بهتر. این جناب برادرم است. کمیسری کلانی پلیس. اعتماد کرده میتوانی. خولیا با تو یک حکایه نقل میکنم. حکایه عجایب. یک زمان حکیم عادلی بوده است و نزد این حکیم 2 زن را آوردند. در نزدشان باشد یک طفل بود. هر دوی زنها نیز ادعا میکردند که کودک از آن آنهاست. حکیم هر دویشان را گوش کرده و خلاصه آمده نتوانسته است. زیرا چنین وامی نمود که هر دوی زنها کودک را مثل فرزند خود دوست می‌دارند. حکیم دانشمند بوده است و عقلش یک فکری آمده است و هر دوی زنها گفته است که مادامی که هر دویتان ادعا میکنید که طفل فرزند شماست، من به هر دویتان باور میکنم. در این حال از دست حاکمی و مثل من عادل تنها یک چیز میآید گفته است. زنان با مراق انتظار شدند تا
ҳоким ба ёрдамчиаш фармудааст ки аз ҳама шамшери тези касеро биёрад. ин кӯдакро аз байн ду тақсим мекунам. нисфашро ба ин зан ва нисфашро ба дигараш медиҳам. ҳамин тавр тақсимоти одилона мешавад. ҳардуи занҳо ҳайрон шуданд. аммо баъд чӣ шудааст медонед? яке онҳо бо чашмони пур аз ашк ин кӯдакро пора накунед, ман дурӯғ гуфтам, модари ин кӯдак ман нестам гуфтааст. ҳоким табассум карда гуфтааст ана дар ниҳоят модари аслии кӯдак маълум шуд. зани дигар бошад хандидааст. ҳоким гуфтааст ки модари ҳақиқии ин кӯдак зани аз ӯ дасткашида мебошад. ҳамаи атрофиёни ҳоким дар ҳайрат афтодаанд. ҳоким танҳо модари ҳақиқӣ ин қадар фидокорона рафтор карда метавонад гуфтааст. аз ин сабаб кӯдакро ба зане ки аз ҷигарбандаш даст кашид, яъне аз мар халос кард, бидиҳед гуфтааст. ин ҳикояро чаро нақл кардам медонӣ? дар асл воқеаҳои аз ҳама мутаассир модарро аз фарзанд ҷудо карда наметавонад. ҳалима, ин кӯдак ин пагоҳӣ дар як бор халтае буд ва каме буд ки бомба пиндошта ба ҳаво мепаронданд. аммо аллоҳ таоло ӯро муҳофизат кард. шояд хост ки бо модараш вохӯрад. хулия, модар ин тифлро мешиносӣ? майлаш ҳалима, бар ӯро. дар ин ҳол тифлро ба хонаи бепарасторон равона мекунанд. оқибаташ як бачаи оворагард дарбадар мешавад, ки сабур мешавад. шояд дар ягон заду хурде ҳанӯз дар 15 солагиаш корт хӯрда ба ҳалокат мерасад. полис шуда бо бисёр воқеаҳо вохӯрдаам. чӣ кор кунем? ҳалима, метавонӣ кӯдакро барӣ? истед. кӯдакамро диҳед. кӯдакамро ба ман диҳед. ҷонаки ман, бача ҷонаки ман. рафиқаи ман куҷост? саҳар куҷо гум шудин? ана ба ин ҷо фиристодем. бубахшед, имрӯз ҷавон духтареро ба ин ҷо оварданд. 202 шифои комил. ташаккур. баъд маро ба ин ҷо фиристоданд. ҳамаш ҳамин. рафиқат номаш чӣ буд? мустафо? медонӣ дар куҷост? шояд дар хона бошад. ту ба мо суроғаашро намегӯӣ? албатта. зеҷон, то хулия суроғашро ба бачаҳо нависонданд. ман йигитро як дида биёям. хуб шудааст. ягон овоз барори мекушомад, фаҳмидӣ? ист, ту чӣ кор будӣ? ист! йигит, васида поя! хафогиаш шояд кор дошта бошад. ду кас. ман аз ин тараф меравам. полис ҳамкорӣ кардан мехоҳӣ, нобакор. гӯш кун, охир ман чӣ кор кардам ба ту? Ту девона шудаӣ. ин тараф. ба берун, ба берун. полис, таслим шавед.
بردار دستانت را. کاشا را پرتا. پرتا کاشا را. پرتا. برو. پرتا. بیرون برایت. بیرون برایت. دستا و پشت. و پشت دستان. لبایزه جان چی؟ فهمو؟ یگیت من؟ یگیت دار شده یگیت دار شده چی؟ این کسب همین خیل است با تولد فرزندت نشایع شده نمیتوانی پسر جانم خیر پدرش کودک چه خیل بوده است بیزی این دار باشد به شما رفته است نامش رو سنگور میمونیم همین طور نه زنگورک این نام را به کسی دیگر لایق دانست نام این یگیت فاتح می شود فاتح فاتح آیا در 21 سالگیش اقدام فتح قلعه نمی کند؟ او قلب ها را فتح خواهد کرد خیر به من اجازه گیر آچه جانش گیر آچه جانش گیر کو لبای چی؟ خوب حاضر می آیم ما را شرمنده کردی تو چه خیل فرزند است زحمت هایی کشیدم و تو حرام باد خدایا آرام شوید خانم شما کیستید؟ ما پدر و مادری هولیه به اینجا نشینید نشینید من سردار شعبه پلیس نجیب دخترم شیرم حرامت باد خدا جزایت را دهد ما را شرمنده کردی بس از برای خدا ای کاهن یک لحظه از شما یک چیز را میپرسم من جوانان خطا کردم چه خیل خطا ما را نزدی مردم شرمنده کرد شما در کجا بوده تا امروز اگر شما یگان خطایی نداشته باشید با دوخ زدن دوام دهید اینها جوانند به عقلند البته خطا نیست دارند لیکن شمایان همچون پدر و مادر 9 ماه در کجا بودید از این هم پیشتر در کجا بودید از احوال فرزندتان هم خبردار شده شما دقتی لازمه رو به آنها دادید دور نمودن آسان است اصلاح نمودن مشکل است اصلاح نمودن من همین کودک عاجز چگونه دارد گپ زنید اگر شما حالا صاحب نبراید حیات او نیز میسوزد اگر ما حاضر خطاها را اصلاح نسازیم باز خطاگاه دیگر پیدا می شود اما چونین خطا بله خطا کردم خطای بی نهایت کلان حتی گناه بزرگی را صادر نمودم فهمیده ایستادم و بالای این کودک را در یک خانه چرکینی به دنیا آوردم کمی بود که او را از دست می دادم اما خدای بزرگ او را محافظت نمود اگر وقت رو برگرداندم می توانستم این خطاگی هایم را نمی کردم اما بگویید چیکار کنم از همین تریزه خودم را پرتایم مگر اگر همین چیز شما را از شرمندگی رهاند من این کار را میکنم باور کنید میکنم 9 ماه است که برای کسی نگریستن نمیتوانم دست همه میگریزم شرمساری گناهم را تا مغز استخوانم ایست کردم مادر جان بگویید پدر جان بگویید چیکار کنم این تیپ یکان گناه ندارد خطا در من است شما را شرمسار کردم مرا ببخشید
بیا. نامش چی؟ نامش رو آن همین برادرانم سونگور گذاشتن. سونگور؟ این خیل شدنش رو خیال نمی کردم، لیکن پیسر شدنی نبیره اولینم رو حس کرده بودم. خیر کنی رفتیم به اداره من می رویم. خولیا و سونگور کم استراحت نماید. جونکی من. مرحمت گذارید. مرحمت گذارید. بنشینید. شما عائله مصطفی؟ شما باشد عائله خولیا هستید. ما حولیه رو به خواندن روان کرده بودیم. این حال به سرش آمد، تا حال نمیفهمیم. یا الله، تو ما را محافظت کن، هم دسته جنایتی هم کودک. خدا جان. خواهر آرام شوید. من به شما اول خبرهای خوش رو گویم. نه خولیا و نه مصطفی با یگان خیل گروه های جنایتی ندر آمدند. تنها در یک دو میتینگ اشتراک نمودند. بی همین هم با بیانات دادهشون جنایت های اطرافشون رو آشکار نمودیم. پروکرور اینها رو به اعتبار نمیگذارد. خیر احوالی کلکدوی موچ می شود. اکا اولش این که مصطفی نیز بچه خوب است، کلکدو نیست. من همین طور از مصطفی جوانان نو و نو وارد می شود. وقتی که آنها به شهرهای کلان می آیند، اگر از جانب عائله های خود دقت لازمه را نگیرند، می توانند که به گروه های نامناسب روبرو شوند. این باشد به که بودن آنها وابسته می شود. با آدمان خوب بخورند نقص، لیکن همه وقت این که نمی شود. فرزندان شما جوانند، خونشان در جوش، با چیزهای جالب به نزدشان می برند. همه این گروه های غیر قانونی همین طور آنها را به دام خود می کشند. پسر شما نیز به هوس فولکلور و یادگیری به دام آنها افتاده است. درست، جوانان نیز از یک طرف خطا کردند. خطای کلان، به نهایت خطای بزرگ، علاقه بیرون از نکاح و در برابر این کودک غیر چشم داشت. اما از بس که گذشته را بازگردانیده نمیتوانیم، در این خصوص چیزی از دستمان نمیآید. به این هم پشیمانم، اما در بین کودکی هست و همین جوانان یکدیگر را دوست می‌دارند. جناب سردار، آخر ما از این جوانان چیزی را دریغ نداشتیم. شما چیکار کردید؟ با آنها صاحب برآمدید، آنها را دلگیر نکرده از دوری تفتیش کردید، با آنها صمیمانه اهمیت دادید. با که ها شستخیز میکنند، چورگی میکنند، دقت کردید؟ گوش کنید، عائله دار شدنشان لازم است. حتی من خودم شاهدشان میشوم، اما با یک شرط: خواندنشان را تمام کرده دیپلمشان را به من نشان میدهند و دعایم را میگیرند. شما از جهت مادی و معنوی دستگیریشان کنید تا که آنها دانند که عائله هایشان با آنهایند. تشکر به شما. به شما رحمت. اوه شیرینک پدر. اوه شیرینکم، قندکم، اصل جانم. مبارک شود. اوه تشکر. این را گیر. جانکم کم تر گیرم مایلش؟ بگیر. اینقدر تو شیرینیه؟ الپرین بی؟ چی خیلی شروع با پدرش ماننده؟ بیو جونکم، بیو. دادا کودک را دیده باید آوردم. از فن بیولوژی یک وظیفه دادند و درباره تشکل آدم در بطن مادر یک گروه سکسته شده تیار میکنیم و پگاه به خونه فروخشان روم مایلش؟ نه نمیشود. به خونه ما بیاید. مسئله تمام. همچرای خیلی مسئله ها رو به شما میاموزن. ای بی دخترم چی؟ در این زمان هر کار شدنش ممکن. نه من نمیفهمم. کلاس کجاست؟ آمده نتوانیست.
مشک بر این بوی زیرفون آمد. گرمکک بوده است. تو ناراحت نشو. کارها بسیار گویا براحت‌تر شدم. یک باری وزنین از کتفایم فرآمد. تو کمی خسته می نمایی. باز بیمار نباشی. یک تایمان را بینم. برایش چیزی آوردم. برای کارهای امروزت تشکر. راحت شدم. اوچا جان پسر بیا. اوچا جان چی شد جانکم؟ پدرم رو در خواب دیدم. چی گفتی؟ گویا که زنده بود. چیزی که برایش برده بودم برگرداند. چی رو؟ گل رو. گلی برایش ساختم رو. بین آنجاست. این رو تو از قبری پدرت آوردی؟ نه اوچا جان. گفتم که در خواب من پدرم آورد. بسیار پسندیده است. کنی بیا جانکم با من بیا رفتیم. برای چی؟ بیا گفتم. گرم است. اوچا جان خدایا حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولت عبیدالله و غیور اشور. کارگردان آواز و تنظیمگر اصل‌الدین صفر. ترجمان ها نسیم جان تومن و اکمل ایسان. محرر غیور اشور. پرودیوسر کامل جان صفر. بنقش ها آواز دادن فیروز آمد، عیسی محمد جان، عاطف خادم، ملاحت عبدالله، محمدی میرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، شهرت رحمت الله، مهرانگیز و فرقان. پایان قسم 4.